السلام علیکم و رحمت الله. دعایی که هرگز از جانب پروردگار رد نمیشه. دعایی وجود داره که خیلی از ماها از اون غافل هستیم. دعایی که در هنگام تلاوت قرآن به اون برخورد کردیم. سعد ابن ابی وقاص می‌فرماید همراه برخی از اصحاب پیامبر علیه السلام نزد ایشان نشسته بودیم. ایشون فرمودند دعایی وجود داره که هرگز رد نمیشه. اصحاب منتظر بودند. یعنی کدوم یک از دعاهاست که هرگز رد نمیشه؟ در این هنگام یه فرد بادیه نشین وارد مجلس شد و پیامبر علیه السلام رو به خودش مشغول کرد تا اینکه پیامبر از اصحاب دور شدند. سعد ابن ابی وقاص نزدیک ایشون رفت و از پیامبر درخواست کرد که این دعا رو که هرگز رد نمیشه به اونا یاد بده. ایشان فرمودند دعای پیامبر یونس هنگامی که در شکم ماهی بود، یعنی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب مفلحون سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.